سلام دوستان، به مدرسه گیتار کلاسیک خوش اومدید. توی این جلسه قراره دوره هم یه قطعه اجرا کنیم با تمام نوتایی که تو جلسه قبل یاد گرفتیم روی سیم 1، 2 و 3. قطعه‌ای که امروز اجرا می‌کنیم یه قطعه سنتی ایرلندی هست. یه ملودی خیلی قشنگی داره. البته این ملودی ساده شده است و توی ملودی اصلی، توی قطعه اصلی یه خورده ریتمش فرق داره. خب اسم قطعه هست مالی مالون که همونطور که گفتم یه قطعه سنتی ایرلندی هستش. توی 3/4 کسر میزان 3/4 یه جورایی حالت والس داره، حالت رقص و اینا داره. توی میزان اولی که نگاه می‌کنیم می‌بینی که ما یه آف تکت داریم. در اصل آف تکت یه آپ بیت وقتیه که قطعه توی ضربی غیر از ضرب اول شروع میشه. یعنی ضرب اول و دوم ما الان اینجا نداریم، قطعه تو ضرب سوم شروع میشه. قطعه 3/4 هست و ما باید همیشه 1 2 3 1 2 3 تو این حالت بشماریم. و وقتی قطعه با آف تکت شروع میشه تو ذهنمون میشماریم 1 2 3 1 2 3 و شروع میکنیم قطعه رو. ولی خب الان من خیلی تند اجرا کردم، شما باید خیلی آرومتر اجرا بکنید. خب همونطوری که می‌بینید قطعه تشکیل شده از نوت‌هایی که ما روی سیم‌های سول، سی و می یاد گرفتیم و تو اینجا فقط نوت سی رو نداریم، همه نوت‌ها هستن. سی فقط جاش خالیه که جالبه. خب من یه بار قطعه رو اجرا میکنم یه خورده روونتر و بعد صحبت میکنیم که چجوری شما میتونید تمرین کنین که بیشتر لذت ببرین از این قطعه. خب یه بار اول فقط ملودی خالی. خب اینو من با آپویاندو و بعضی وقتا تیراندو اجرا کردم. حالا شما میتونید که فقط تیراندو و فقط آپویاندو جدا تمرینش کنین. و یه نکته که مهمه، ما باید با آی شروع کنیم قطعه رو یا با ام. این خیلی مهمه. اینجا میشه با هر کدوم از انگشتا شروع کرد، ام یا آی، ولی مهم اینه که حرکت تناوبی ادامه پیدا کنه. ولی تو این قطعه‌ها که مثلا فرض کنیم با سیم بالایی شروع میشه، با سیم سول شروع میشه و بعد نوت بعدی روی سیم پایینی هست، بهترین حالت اینه که وقتی تو این حالت قرار بدیم دستمون رو، ببینید انگشت آی خیلی نزدیکتر به سیم سوله و بعد ضربه بعدی روی سیم سی هست و اینجا منطقی تر اینه که ما با آی شروع کنیم یا با تیراندو یا آپویاندو. اگه ما با آی شروع کنیم و قطعه رو ادامه بدیم، می‌بینیم که تو اکثر مواقع این قانونی که وقتی سیم بالایی رو اجرا می‌کنیم و بعد سیم پایینی رعایت میشه. یعنی روی سیم بالایی با آی ضربه زده میشه و سیم پایینی روی با ام ضربه زده میشه. اینه که ما با آی شروع می‌کنیم و ادامه میدیم. یه جایی اورلپ داره، یه جاهایی که ما مثلا با سیم ام به سیم بالایی ضربه میزنیم و آی میره به سیم پایینی ضربه میزنه. این حالت توی میزان بذاریم کجا هستش؟ این حالت توی خط دوم، میزان اول و دوم هستش که ما با ام شروع میکنیم. در اصل وقتی حرکت تناوبی با آی شروع کنیم توی خط دوم رو نوت اول با ام میرسیم به می و بعد آی به ر، ام دوباره به دو. ببینین ام دو روی سیم سی داره ضربه میزنه و بعد آی میره سول روی سیم 1 که این حالت هست، ولی تو اکثر مواقع اون قانون رعایت میشه. خب اینم از این. نکته دیگهش باید تمرین کنید دیگه، چیز خاص دیگه ای نداره و سعی کنید تمام نکات رو رعایت کنید، انگشت گذاری ها و همینطور نگه داشتن انگشتا. مثلا نوت دو وقتی داریم ر رو که اجرا میکنیم انگشت اول رو نگه داریم و با انگشتای دیگه هم حتما اجرا کنین، آی ام، ام آ و غیره، تیراندو و آپویاندو. خب بریم سراغ آکومپانیمانش.
این قطعه رو من یه بار آکومپانیمانش رو اجرا میکنم خیلی آروم و شما میتونید با همین آکومپانیمان قطعه رو شروع کنید. البته باید دقت کنید که قطعه با آف تکت شما شروع میشه، یعنی شما قطعه رو شروع میکنید و من روی اینجا مثلا زده این دوب لینز یا یعنی که داب لینز، حالا دوب میگیم ما، این توی هجای دوم آکومپانیمان شروع میشه، یعنی توی میزانی که کامل هست، اولی میزانی که کامل هست و ادامه پیدا میکنه. خب ولی با این حال من میشمارم تو این حالت 1 2 3 شما شروع میکنید روی 3. آماده این؟ یا اینکه بهتر اینه که من اون نوت سول اولش هم اجرا کنم، یعنی همچه حالتی. خب یا آکومپانیمان خیلی ساده میزنم و البته توی اجرای اصلیش که میشنم یه حالته همچه حالتی داره، ولی من حالت والس اجرا میکنم. 1 2 3. خب اینم از این. همونطوری که می‌بینید هیجانش داره خود بیشتر میشه. سابسکرایب کنید کانال رو که از جلسات بعدی با خبر بشین و جلسه‌های هیجان انگیز آینده. تا جلسه بعد، خداحافظ.